سلام دوستان، وقتتون بخیر و شادی باشه. بنده جعفری هستم. در مورد حسابداری با نرم افزار حسابداری الماس داریم سلسله آموزش ها رو تهیه میکنیم و براتون بارگذاری میکنم. توی قسمت قبلی سایت رو گفتیم، دانلود از طریق سایت و نسخه نصب اون رو انجام دادیم، ولی نصب ما براتون انجام ندادیم. حالا در طی پروسه‌ای که داریم در راه، اون رو نصب رو هم براتون انجام میدیم. توی این مرحله آشناییم با محیط خود نرم افزار هست و یک سری ورود اطلاعات اولیه به نرم افزار و شروع به کار نرم افزار رو انجام میدیم. پس توی این مرحله ما دو قسمت رو بیشتر براتون توضیح نمیدیم. یکی این که نرم افزار چه آیتم هایی رو داره، دو این که ورود اطلاعات یا همون تنظیمات اولیه نرم افزار بر اساس کسب و کار خوده. خب مثل هر نرم افزار دیگه، نرم افزارهای حسابداری دیگه در ظاهر اولیه‌اش تبلیغ خود نرم افزار قرار داده، بعد یه سری تب ها و منوهای بالا قرار داده، یه سری آیتم های از شکل به صورت شکل در نوار ابزار بالا قرار داده. همچنین در کنار در سمت راست ما هم یه سری عملیات ها و اون سری اطلاعاتی رو که سریعتر میخوایم در دسترس باشه رو سمت راست نرم افزار قرار داده. برای اول کار وقتی نرم افزار نصب میشه و شماره قفل رو میگیریم و ثبتش میکنیم، در ابتدای کار باید بیایم توی قسمت ابزارها و عملی و پیکربندی سیستم. خب حالا من اینجا به بعد رو نمیگم، برمیگردم یه آموزش اولیه تر میدم. ببینید بعضی نرم افزارها این آیکون ها رو دارن، بعضی از نرم افزارها ندارن. خب این شرکت اومده تصویرسازی کرده و بر اساس سلایق مشتریان یه میانگینی رو در نظر گرفته و یک سری آیکون ها برای یک سری کارها رو انجام داده. شکل دست فاکتور رو برای فاکتورها در نظر گرفته، چه از اینجا من این اطلاعات رو بزنم، چه از این قسمت فاکتور رو بزنم، چه بیام کنترل F از روی کیبورد رو بزنم. به هر حال تب یا پنجره مربوط به فاکتورها برام باز میشه. قسمت جامعه مالی رو گذاشته که مربوط بیشتر میشه به خزانه داری، دریافت پرداخت ها و هزینه ها، ثبت ها و یک سری کارهای خیلی حرفه‌ای ما میتونیم با این قسمت مدیریت جامعه مالی بزنیم که در آینده حتما براتون آموزش میدم. قسمت چک ها رو داریم، چه تعداد چکی داریم که باید پاس بشه یا برگشت بشه، نقد کردن چک صندوق رو داریم، واگذاری چک صندوق به مشتری یا توی حساب ها داریم، عملیات چک، نقد کردن چک در جریان وصول، خواباندن چک به حساب یا برگشت چک دریافتی به دیگر یا از دیگران به ما. مدیریت اسناد رو داریم، مثل شبیه خیلی از نرم افزارها. نرم افزار الماس اومده سند دستی به قول ما بچه حسابداری قرار داده. خب باید یک سری اطلاعات اولیه وارد کنیم تا بتونیم سند دستی بزنیم. به صورت اینتر بیشتر پیش میره. اگه خواستیم سند دستی رو بگیریم میتونیم بیاریم پنجرش رو، میتونیم مدیریت اسناد رو از این طرف کلیک کنیم، میتونیم کنترل S رو بزنیم از روی صفحه کیبورد. کلید میانبرش کنترل S هست و از این قسمت بالا هم میتونیم آیکون اینجا رو انتخاب بکنیم. حالا اگر توی همین مرحله یه سری آیتم ها، یه سری اشکال رو دوست نداشته باشیم، آیا میتونیم تغییر بدیم؟ بله، تغییر این بناها دست خود ما هست. از قسمت تنظیمات ظاهری برنامه که بیایم، اگه دقت کنید یه 3-4 حالتی رو برای ما قرار داده. میگه حذف آیکون های بالا رو اگه بزنم تایید کنم، آیکون های بالا حذف میشه. دوباره تنظیم ظاهری، نمایش سمت چپ، پنهان نمودن منوی سمت راست ما، سمت راست بسته میشه و مثل خیلی از نرم افزارهایی که توی بازار هم هستن به این شکل نمایش داده میشه. حالا منو رو از این طریق میتونیم برگردونیم. اگه اون شکل شمایل قبل رو دوست داریم میتونیم از اینجا برگردونیم. یه شمای اصلی گذاشته، حالت تم برای شما قرار داده، میتونید این کارها رو هم انجام بدید.
رنگ های مد نظرتون رو میتونید بر حالت های مختلف تغییر بدین که رنگ اصلی بدنه چه نمایی داشته باشه، رنگ بالای فرم پایین فرم چجور باشه و قلم های برنامه، مثلا میگم برچسب هاش چجور باشه، اقلام ورودی چه شکلی باشه، نوع فونتی رو اگه شناخت دارین روش میتونید اون فونت رو برای خودتون از این طریق آدرس بدین و دریافت کنید. خب من این رو میزنم، تنظیمات ظاهری رو برمیگردونم، حذف آیکون ها باشد، پنهان بودن نمایش. ببینید الان اگه این رو به این شکل بزنم به صورت لیستی برام ظاهر میکنه، ولی من میخوام به حالت قبل خودش باشه. بعد تا اینجای کار خب یک سری عملیات اولیه‌ای ما باید توی نرم افزار ما انجام بدیم. توی قسمت عملیات تب بالا ببینیم فاکتورها، جامعه چکات، اسناد، کنترل سابقه چک رو از کی گرفتیم، کجا خرجش کردیم، کی نقد شده و داستانها. سایر یه سری فاکتورهای فروش نقدی، یه سری کارهای دیگه، کرایه هم رو میخوایم ثبت بزنیم، بتونیم بزنیم. انبارگردانی هایی که در مد نظر ما هست، تصفیه فاکتورها، رستگیری فاکتورها، عملیات مالی های متفرقه، ابطال بر اساس چکی. یک فقره چک داشتیم مشکلی پیش اومده، چک باطل شده، چک رو باطل کنیم. اگه به صورت اقساط خرید و فروش داریم رو هم میتونیم از این سمت اقدام بکنیم روش. توی قسمت حسابداری گزارشاتی مربوط به دفتر کد، دفتر معین، تفصیل، دفتر روزنامه، دفتر درآمد هزینه مربوط به مشاغل که فعلا منتفی است با اومده سامان معدیان. اگه دقت کردید توی قسمت سمت راست عملیات، اون پایین ارسال صورت حساب الکترونیکی رو داشتیم که در آینده اون رو هم بهتون آموزش میدم. میام توی قسمت حسابداری، توی آیتم گزارش ها رو ببینیم. تراز آزمایشی داریم، اسناد حساب داریم، کنترل اسناد حساب داریم. اسناد چند تا چند رو به من مثلا آماده چاپگیری بکن، به صورت چه شکلی چاپ بگیرم. خب الان سندی رو ما نداریم که برامون چاپ بکنه. ضمن اینکه این نرم افزار الان به صورت آزمایشی داره نمایش داده میشه به شما و آماده بهره برداری 100% از نرم افزار نیست. سود و زیان رو بهمون نشون میده، ترازنامه‌اش رو داریم، سایر اطلاعاتی که مربوط به کارهایی که میخوایم توی نرم افزار بکنیم رو داریم. سندهای عطف چیه، اینا همه آیتم ها رو به یک براتون توضیح میدیم. دسته چک رو تعریف میکنیم، مراکز و حساب ها برای حسابداری پیمانکاری یا شرکت هایی که پروژه‌ای انجام میدن. از این طریق میتونیم استفاده کنیم. کنترل مانده اشخاص رو میتونیم در اختیار در دست داشته باشیم. خب توی گزارش انبار موجودی کالا، گردش کالا، کارتکس انبار، عملکرد اشخاص رو داریم که چه شخصی چه کالایی رو برده، چقدر پول دریافت کرده. عملکرد کالا و اشخاص رو داریم. تو گزارشات خرید میتونیم خرید و فروش، عملکرد خرید و فروشمون رو ببینیم که نوع فروخت فروشمون از کدوم کالا تا کدوم کالا رو بیشترین فروش و داستانهایی که مربوط به خودشون هست. یه سری گزارش ساز برای انبار میتونیم تهیه کنیم. میام تو قسمت اطلاعات پایه. اصلی ترین بعد از نصب نرم افزار اصلی ترین بخش همین قسمت هست که اشخاصمون رو تعریف کنیم، انبارها، کالاهامون، بانک هایی که داریم انجام بدیم. حساب های حساب خاصی رو داریم مد نظر کنیم، حسابمون رو تعریف بکنیم. تعریف عمومی عملیات مالی تو قسمت جامعه مالی اگه یادتون باشه، اما اول صحبتم گفتم کارهای خارق العاده میتونیم با این جامعه مالیمون انجام بدیم. به حالت اتوماتیک بخوام براتون به حالت سند اتوماتیک تر میشه، خطاهامون رو میتونیم کمتر بکنیم. بعد توی این قسمت مراحل تولید داره. اگه شرکتی منتاج کردن هست، این هم افزار برای شرکت‌های کوچیک هست، شرکت‌های بزرگ نیست که بخوان تولیدی سنگینی رو با این هم افزار انجام بدن. اطلاعات شرکت‌ها مربوط به قفل‌های دفاتر حسابداری هستن که میتونن چند شرکت رو براشون کار بکنن. توی قسمت ابزار عملیات ابتدای دوره داریم، عملیات انتهای دوره داریم
که هر کدوم از اینها مربوط به یک نوع فعالیت خاص خودشون هستن. خب تو قسمت ابزارها عملیات ابتدای دوره، توی این قسمت ما چیکار میکنیم؟ هر کدوم از این حساب ها اگه مانده ای داره برای اول سال مالی مجموعمون، از این طریق بارگذاری میکنیم و ثبت رو میزنیم. خودش به صورت اتوماتیک سند ابتدایی دورهمون رو میزنه. شرکتمون به پایان سالش رسیده، میتونیم عملیات پایان دوره فروشگاهی یا شرکتی رو براش انتخاب کنیم. حالا اگه این خاموش است بهتون میگم کجا میتونیم روشنش کنیم. یه تفاوت‌های جزئی با هم دیگه دارن ولی در کل مثل هم هستن. پیکربندی سیستم یکی از قسمت‌های اصلی نرم افزار حسابداری الماس هست که بیشترین کارایی رو برای یک حسابدار داره یا اون مجموعه. تنظیمات کلی نرم افزار قسمتش قبول موجودی منفی تو انبارمون رو میتونیم بدیم بهش. آقا یه شرکت الان نرم افزار نصب کرده، یه بنگاه اقتصادی فروشگاه میخواد الان شروع به کار بکنه و نرم افزار داشته باشه. فعلا انبارگردانی نداره، موجودیش رو در دسترس نداره، فعلا میخواد کالا رو تعریف کنه و فروش بزنه. خب این بحث همینه. یا یه سری شرکت ها هستن خدماتی هستن، یا یه سری کارها هستن خدماتی هم، مثل پزشکان، مثل نصب نرم افزارهای حسابداری، نصب ویندوز، تعمیرات ویندوز. خب اینها حالت خدماتی هستن، کالایی جابجا نمیشه. محاسبات قیمت فروش بر اساس قیمت فاکتور خرید، کنترل دسته چک هنگام صدور اسناد پرداختنی، شماره دسته چکتون رو کنترل میکنه، بستن اسناد هنگام خروج، هر سندی رو این سندها رو میبنده، بستن حساب‌های موقت در گرفتن موجودی پایان دوره مون رو میبنده، اتوماتیک وار کار رو انجام میده. نمایش مانده حساب در جستجوی اشخاص، وقتی یه شخص رو جستجو میکنیم ماندهش رو به ما نشون بده. نمایش موجودی واحد دوم کالا در لیست کالاها، کنترل ترتیب تاریخ و شماره در فاکتورها میتونه کنترلی بشه، چه جوریه، بر اساس چی هست. میتونیم بستن شماره فاکتور و تاریخ رو هم تیک بزنیم. این سه تا آیتم به گونه عمل میکنه که ما نمیتونیم تاریخ‌های گذشته رو تیک بزنیم، نمیتونیم تاریخ‌های گذشته رو سیستم وارد کنیم. برای کاربران بیشتر استفاده میکنیم اینها رو. ثبت محاسبه قیمت تولید و رسید به عنوان آخرین قیمت خرید، ثبت سند چکات عملیات مالی به صورت تجمیعی. این آیتم رو هم قرار داده. مثلا شما به یه شرکتی کار میکنید، با یه مجموعه کار میکنید، 20 فقره چک میدین. خب اگه بخواد موقع چاپ گزارشتون که جهت مغایرت گیری با هم دیگه انجام بدین، این 20 فقره شاید 2 تا صفحه کاغذ آچار با مشخصات باشه. با این تیک زدن ثبت سند چکات عملیات مالی به صورت تجمیعی، شما در همون حالت چه اقدامی میکنید؟ تمام چک ها رو می نویسه، مثلا 20 فقره چک به این مبلغ. حالا چک ها جزئیات بیشتر خواستیم باید درخواست بدین تا گزارش تفاوت رو درخواست بدن تا براشون چاپ بکن. نمایش بارکد تو گزارشات داشته باشه، نمایش تاریخ جای در گزارشات باشه. آقا امروز چاپ گرفتین، شما میخوان حتما تاریخ امروز، چاپ امروز توی سربرگتون باشه یا نه نمیخوان اصلا تاریخ سربرگ باشه. تاریخ خود گزارش، دوره محدودیت، اینها هست، ولی تاریخ خود گزارش که اگه امروز هست ولی فاکتور مربوط به 6 ماه پیش هست رو، این مربوط به اون مورد هست که فاکتور 6 ماه پیش رو اگه امروز چاپ گرفتیم تاریخ امروز روش درج نشه. نمایش اطلاعات هم در چاپ باشه، نمایش مانده قبل در رسید مالی باشه یا نباشه. استفاده از فونت‌های گزارش ها به جای فونت پیش‌فرض، میتونیم فونت‌های گزارش هامون رو جای فونت‌های پیش‌فرض سیستم بذاریم. اجبار ثبت عملیات اطلاعات مالیاتی اشخاص رو میتونیم براشون داشته باشیم. کنترل تاریخ اسناد در محدوده سال مالی، توی این محدوده فقط سال مالیمون هست، خارج از این سال نمیتونیم اطلاعات وارد کنیم. خب این یه موردی داره. الان سال مالی ما از 1/402 هست تا 29/12/402. میتونم تاریخش رو عوض کنم، مثلا این رو بذارم 02 از 1/2 تا 01/31 و سال 1403. سال مالی من به این شکل باشه.
که توی اساسنامه و توی ثبت شرکت ها همه این قوانین رو شما بهتر از بنده بهش آگاهی دارید. خب این اطلاعات رو میزنیم میریم تو مشخصات سربنک. خب فعلا ما اجازه دسترسی نداریم به این قسمت. فاکتورها، تو قسمت فاکتورها پیشفرض محاسبه مالیات ارزش افزوده رو در نظر میگیره. ماده قبلی تو فاکتور در نظر بگیره یا نگیره، امکانش هست. امکان تغییر دادن قیمت و تعداد و قیمت در فاکتور باشه یا نباشه. اگه بارکدی هست این رو بزنیم نه، که امکان تغییر قیمت نداشته باشیم. امکان عدم نمایش موجودی فعلی، نمیخوام موجودی ما هی مدام نمایش بده، چون اگه اینو نباشه هر بار فاکتور خرید و فروش بزنیم مدام نمایش میده موجودیمون منفی، موجودیمون مثبت هست. بر اساس سیاست‌های داخلی خود مجموعتون میتونین این کارها رو انجام بدید. توی قسمت نمایش بارکد میتونید توی فاکتور نمایش بارکدش رو نشون بدید، نمایش شماره فنی داشته باشه، صدور سند ویزیتور داشته باشه، تغییر اندازه ستون نام کالا حین تغییر اندازه فاکتور، کنترل و نمایش موجودی تا تاریخ سند در عملیات انبار، محاسبه قیمت آخرین خرید با ردیف و داستان هایی که خودتون اینجا مشاهده میکنید. من یه قسمتی رو نگفتم براتون، تنظیمات کلی سیستم. تو قسمت این پایین میتونید کنترل ماهیت اسناد، اگه تیک زدی حتما تاریختون رو کنترل بکنید که توی این محدوده باشه، از تا 29/12/402 باشه. کدینگ کالام 2 سطحی باشه یا 3 سطحی که اینها رو بعداً بهتون آموزش میدم. خب هر تغییراتی توی این قسمت ها خواستیم انجام بدیم میتونیم فاکتورهامون غیر از تنظیمات اولیه عناوین داره، میتونیم به جای فاکتور فروش بنویسیم صورت حساب فروش، فاکتور خرید میتونیم صورت حساب خرید، مرجوعی فروش، مرجوعی خرید، برگشت از فروش، برگشت از خرید. پیش فاکتورها رو میتونیم تغییر بدیم، حواله انبار، رسید انبار، عناوینی که مد نظرمون هست رو تغییر بدیم. ولی خب این در حالت اصلی اومدیم اطلاعات استاندارد رو قرار دادند برای دوستان. ستونها و عناوین به قول گفتنی، عناوین رو که گفتم، ستونهای فاکتور ردیف انبار میتونیم مثلا ردیف رو نام معروف انبارمون رو X بذاریم که مشخص نباشه نام انبار، یعنی منظورم انبار هست. فی رو میتونیم به تومان تغییر بدیم یا همینجور مستقیم ریال بزنیم. اون جدولی که مد نظرمون هست رو میتونیم تغییر بدیم، بر اساس سلیقه خودمون هست. سایر اضافات و کسورات اگه در مجموعه‌مون چیزی هست که اضافه تر کمتر هست به فاکتور اضافه میشه، از فاکتور کم میشه. مربوط به مثلا یه سری شرکت هایی هستن که هزینه هم رو میگه آقا توی فاکتور بیاد تا من پرداخت کنم، شما از سمت ما پرداخت کنید. یا یک سری مشاغل هستن مثلا تعویض باتری ماشین، میتونن از این کار انجام بدن که توی کسورات وقتی فاکتوری رو برگشت باتری رو عوض میکنن و فاکتور صادر میکنن، پایین فاکتور این آپشن رو هم داشته باشن. خب حالا لول هاش فرق میکنه، قسمت هاش فرق میکنه که کدوم تیپ رو از نسخه سیماشون خریداری بکنی. قسمت مالیات عوارض رو برای 6.3% قرار داده که شما میتونید این رو باید از امسال به بعد، از سال 1402 به بعد 9% فیکس توی قسمت مالیات میذارین. مالیات فروش و عوارضی در نظر نمیگیریم. چرا؟ چون عوارض متفاوت شد و خود اداره دارایی اعلام کردن که 9% رو مستقیما شما پرداخت کنیم، ما بقیه تفکیکیش به سمت خودمون هست. حتما تیک رو بزنیم برای ثبت برای همه همکارانتون انجام بشه. اگر به جز اینکه برای شخص خاصی رو بخواین اون کار رو براشون انجام بدین. خطای زیر فاکتور میتونید شرح بدین، شرح اول، دوم، سوم، که توی فاکتور بهتون اعلام بکنند که برگشت این کالا قابل قبول نیست، مرجوعی کالا تا 2400 فرصت هست، کالا به صورت امانت هست، شماره حساب جهت واریز بگذارن، شماره تلفن های مجموعه رو بذارن و داستان هایی که مد نظر
خود شرکت هست، متن زیر سند، امضای زیر سند و این داستان ها رو میتونن این قسمت قرار بدن. توی تنظیمات چاپ ما میتونیم رسمی و بزرگ بذاریم، نمایش کلید چاپ رسمی در فاکتورها رو قرار بدین حتما. خیلی آپشن های متفاوتی داره، اگه بخوام تک تک براتون توضیح بدم وقت بسیاری رو میگه. در چاپ درصد تخفیف ردیف در شرح ردیف، اگر کالایی رو در تخفیف ردیفی دادیم مثلا 3% 4%، توی شرحش خودش اعلام میکنه 4% تخفیف گرفتیم. بعد میان تو قسمت پیام کوتاه ها، اگر از طریق پیام کوتاه میخواین ارسال SMS داشته باشید میتونید اون کارها رو انجام بدید. سیستم الماس میتونه به نرم افزار ترازوی محک متصل بشه، مخصوص این نرم افزار هم هست. اقساط اگه شرکتتون یا اون مجموعتون یا اون فروشگاهتون جنسی رو خرید و فروش به صورت اقساطی میکنه، مخصوصا فروش به صورت اقساطی میکنه، از این طریق میتونه فرمول هایی رو در نظر بگیره، حساب هایی رو به جهت سود یا جریمه اقساط در نظر بگیره که از چه شخص چه میزان دریافت کرده. نسخه مسیر پشتیبانتون رو حتما در اختیارش بذارید، آدرس دیل بکنید. میزه کارتون رو میتونید تغییر شکل بدین، عکس پس زمینش رو میتونید تغییر بدین که بنده هم این کار رو حتما انجام خواهم داد. انتخاب طرح‌های فرم ها اگه مد نظر هست، طراحی فرمی انجام شده این قسمت رو براتون قرار میده. این قسمت مربوط به پشتیبانی شرکت هست. و در آخر دستگاه کارتخوانی رو دارید، میتونید کارتخوانتون رو به دستگاه به سیستم معرفی بکنید که به مشکل بر نخوره. ارسال صورت حساب به سامانه معدیان حتما باید فعال باشه، سیستم نرم افزار کد ثبت مشتری گرفته باشه تا تنظیمات ارسال صورت حساب الکترونیکی رو هم داشته باشید. خب تا اینجا با ظاهر و تنظیمات اولیه نرم افزار حسابداری الماس آشنا شدیم. میتونیم توی این قسمت ها ببینیم ما تازه به اینجا رسیدیم. عملیات انتهای دوره شرکت ها رو بهتون گفتم. عملیات سال مالی، اگه چند تا سال مالی اون شرکت داره از این طریق میتونیم جابجا بشیم بین سال مالی های مختلفمون. پیکربندی سیستم رو گفتم، ایجاد نسخه پشتیبان گفتم. اگه نرم افزارتون به هر دلیلی مشکلی براش پیش اومد و سیستم اجرا نشد، ویندوزتون اجرا نشد و در آینده خواستین بکاپ قبلی نرم افزارتون رو راه اندازی کنید، میتونید از این آپشن استفاده کنید. از آیتم عملیات کاربرا میتونید برای نرم افزارتون، برای کاربرایی که پای سیستم میشینن و با این نرم افزار کار میکنن، یه سری تنظیمات و معرفی کاربر، تنظیمات، گزارش‌های کاربر که چه کارهایی رو توی سیستم شما انجام بده. عملیات ویژه دفاتر قانونی بیشتر مربوط به بچه‌های حسابداری هستن که تحریر دفاتر میکنن. ثبت کلمات متداول بر اساس ثبت سندهای حسابداری هست که یه اصولی رو داخل اونجا انجام بده. سایر اطلاعات، بستن اسناد حسابداری، حذف سندی رو میخوان انجام بدید، نمیشه فعلا سندی محدوده سندی رو میخوان انجام بدین، به این طریق میتونید. قیمت گذاری، تغییر کد، آقا یه کدی رو تعریف کردید میخواین تغییر بدین، دسته‌بندی اون کد رو جایی درستی تعریف نشده. تبدیل اطلاعات پایه به ویندوز رو ما خودمونم کار نکردیم، ولی خب میتونید استاندارد ویندوز رو بزنید، یه استاندارد صفحه کلید رو تغییر بدین. اگه حروفی درست چاپ نمیشه از این طریق خودشون نرم افزار انجام میدن. قفل نمودن صفحه، برای رمزگذاری کرده باشین هر وقت از نرم افزارتون خارج میشین میتونید از این قسمت نرم افزارتون رو چیکار کنین؟ قفل کنین. البته قبلش باید تو قسمت مدیریت کاربران نرم افزارتون رو برای خودتون یک قفلی در نظر گرفته باشید. و داستان تا همینجا فعلا برای این آموزش کافیه. توی آموزش‌های بعدیمون مجدداً توضیحات تکمیلی تر رو بهتون خواهم داد. خدا نگهدارتون.